کارمندان مرکزی جمهوری تشویق طبی سعودی برای آموزش تجربه دولت‌های دیگر به جمهوری قرقیزستان و گرجستان سفربر کرده شدند. برای بلند برداشتن ملکه کاری در سمت گذراندن اکسپرتیزهای طبی سعودی طبق توصیه‌های مقررات پروتکل استانبول در سال 2012 این جانب زیاده از 40 نفر کارمندان ساحه گوناگون طب که با معاینه طبی جبردیدگان علاقه‌مندند دوره‌های آموزشی گذاشتند که از سیاست پیشرفته حکومت جمهوری ترکستان و وزارت در روند مذکور شواهد می‌دهند. باید قید نمود که قسم زیادی کارشناسان طبی سعودی نیز در ترینینگ اشتراک و ملکه دانش خود را بلند نمودند. در سال روان برگزاری 4 ترینینگ آموزشی و نقشه گرفته شدند که دوره یکم آن از 2 مارس سال 2015 تا 4 مارس سال 2015 برگزار گردید که در نتیجه آن 22 نفر از کارمندان طب و طلبات‌ها و طرز گذراندن شهادتگردانی قربانیان شکنجه ملک‌آموزی دادند. علاوه در آن 43 نفر بازآموزی نمودند. باعث افتخار است که ترینینگ مذکور یکم مراتب از طرف متخصصان آماده شده محلی گذرانده شد. در سمت بازدید و مطابق نمودن سندهای معیاری و حقوقی ساحه اکسپرتیز طبی سعودی و طلبات‌های بین‌المللی 3 شکل طبی یعنی سند شهادتگردانی طبی سعودی، خلاصه اکسپرت و پروتکل شهادتگردانی طبی دستگیر شدگان آماده گردد با فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از 1 نوامبر سال 2015 تحت رقم 918 تصدیق گردیدند. اینچنین حجت‌های معیاری ساحه اکسپرتیز طبی سعودی از آن دیده برآورده شده با نظرداشت توضیح‌های پروتکل استانبولی، نوگانه‌های ساحوی، طلبات قانون‌گذاری‌های نوی وارد گردیده، مجموع سندهای معیاری حقوقی ساحه اکسپرتیز طبی سعودی و ترتیب دستور تشکیل و گذراندن اکسپرتیز طبی سعودی در جمهوری تاجیکستان تهیه و با فرمایش علاقه‌مند وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شدند که حجت‌های مذکور قبلا برای تصدیق دهی با تشکیلات‌های دولتی و بین‌المللی پیشنهاد شده بهای مثبت گرفتند. عین زمان فعالیت دایر به وارد نمودن طلبات پروتکل‌های استانبولی و برنامه‌های تعلیمی مؤسسه‌های تعلیمی با فعالیت اکسپرتیزهای روانی پیش بینی شده است. قید کردن لازم است که تنها در روی کاغذ آوردن معیارهای خاتمه کار نباید شد و در این راستا نقشه‌های آینده نیز وجود دارند که برای وارد نمودن نوگانی‌ها به عملیه طریق گذراندن سلسله دوره‌های آموزشی و نقشه گرفته شده است. مسئله برخواستی طبی، روانی و اجتماعی قربانیان شکنجه یک از مسائل مبرم به حساب رفته در نقشه چاره‌بینی گروه کاری به آن اهمیت خاص وارد کرده می شود. یعنی چاره‌بینی‌ها در نقشه گرفته شده چنین را افاده می‌کنند. این یکی از اینها این بررسی مسائل علاقه‌مند با تأسیس مرکزی برخواستی برای قربانیان شکنجه در نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. دیگرش این آموزش طبیبان برای کار با قربانیان احتمالی شکنجه، بعداً کارکرد شکل‌های طبی برای طبیبان وابسته به مسائل مورد نظر، بعداً ترتیب دادن سازشنامه‌ها باید به همکاری با مرکزهای طبی و مرکزهای یاری روانی برای رساندن یاری طبی روانی و قربانیان احتمالی شکنجه. همزمان اشتراک اعضایان گروه کاری در کنفرانس‌های بین‌المللی برای شناسایی با ملکه کاری دولت‌های دیگر در این سمت پیش بینی شده است.